سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی دانش آموزان و زبان آموزان گرامی. وحید مصطفی هستم، مدرس زبان. امروز هم در خدمتتون هستم با یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای آموزشی گرامر نهم. درس دوم، حال استمراری پارت دوم رو قراره با هم بررسی کنیم. اما توصیه‌ای که دارم در همین ابتدای ویدیو اینه که حتما پارت اول رو دیده باشید تا بتونید این قسمت رو بهتر متوجه بشید. در پارت دوم قراره با هم یاد بگیریم که چطور حال استمراری رو با WH سوالی کنیم و چطور در مورد مالکیت انسان و غیر انسان صحبت کنیم. در واقع قراره در 3 نکته این مبحث رو تموم کنیم و درس دوم کلاً گرامرش تموم بشه. بریم با هم بررسی کنیم. نکته اول ببینیم چی هست. گفته سوالی سازی با WH. از فعلش ها میشه فهمید که در واقع با 3 قدم خیلی راحت قرار این کار رو انجام بدیم. اول از همه تشخیص WH مناسب و جابجایی ام، ایز و یا آر با فاعل قبلش. توی ویدیو قبلی هم که مربوط به درس قسمت پارت اولش بود، در واقع همین مبحث حال استمراری، گفتم که شما برای سوالی کردن باید جای ام و ایزها رو با فاعلش جابجا کنید که این در مورد WH هم صدق میکنه. و قدم سوم که در شرایط خاصی اتفاق میفته اینه که اگه فاعل شما آی و یا وی بود باید یو استفاده کنید. حالا قدم اول که گفته تشخیص WH مناسب، WH ها کدوم ها هستن؟ What چه چیزی، Where کجا، Who چه کسی، Why چرا، When چه زمانی، What time چه ساعتی و How چطور و یا چگونه. خب حالا بریم توی مثال های بیشتر اینها رو با هم ببینیم. گفته Ali is deleting the music files. علی داره فایل های موسیقی رو حذف میکنه. خب اینجا ممکنه مثل این مثالی که من اینجا آوردم یک قسمتی از جمله رو مشخص کنن و بگن طبق این قسمت شما باید WH بسازید، یا اینکه ممکنه یک WH خاصی رو به شما بدن بگن شما با این کلمه WH سوالی بسازید. حالا بریم ببینیم که طبق این 3 قدم آیا واقعا انقدر راحت هست تبدیلش به سوال WH. خب چون گفته the music files، فایل های موسیقی، پس ما باید با what سوالی کنیم. قدم اول. حالا قدم دوم چیه؟ فاعل و فعل رو جابجا کن. فاعل کیه؟ علی. فعل چیه؟ is. پس is علی و بقیه جمله what is علی deleting. پس علی داره چه چیزی رو حذف میکنه. یه مثال دیگه. گفته they are traveling by train today. اونا دارن امروز با قطار سفر میکنن. خب زیر نحوه سفر کردن خط کشیده و قبلا هم خدمتتون عرض کردم توی ویدیوهای قبلی که اگر چیزی که توی جمله مشخص میکنه نحوه سفر کردن، رفتن و یا برگشتن و اینها باشه، شما باید از WH how استفاده کنید به عنوان قدم اول. فاعل کیه؟ they و فعلمون are، باید با هم جابجاش کنیم. پس are they. بقیه جمله traveling today. پس اون قسمتی که مشخص شده نباید توی سوال استفاده بشه. اینو حتما دقت کنید. بریم یه مثال دیگه. گفته that boy is going to school now. اون پسره الان داره میره مدرسه. to school قید مکان هست، پس باید مکان رو ما با where سوالی کنیم. فاعل کیه؟ that boy. اما ایزوار کدومش رو داریم؟ is. پس جابجاش کن. is that boy. و حالا بقیه جمله going now. مثال بعدی گفته که the teacher is punishing علی. پس معلم در حال تنبیه علیه. خب اینجا ما کلمه‌ای که زیرش خط کشیدیم یک شخص هست، پس باید who رو انتخاب کنیم. بعد از اون فاعل کیه؟ the teacher. از بین امویزار is رو داریم، پس جابجاش میکنیم. who is the teacher. بقیه جمله punishing. اون قسمتی هم که مشخص شده خب باید از جمله حذف بشه. مثال بعدی I am eating an apple. من در حال خوردن یک سیب هستم. an apple میشه در واقع با what باید سوالیش کنیم. حالا میرسیم اینجا که قدم سوم هم در واقع وجود داره و ما آر رو میذاریم و چون قدم سوم رو داریم و در واقع آی هست باید به یو تبدیل بشه. پس what are you eating. یه مثال دیگه
گفته که we are staying at a hotel now. ما الان در حال اقامت در یک هتل هستیم. at a hotel یک مکانه. پس ما باید با where سوالیش کنیم. we are رو داریم، پس میکنیمش are you. پس where are you staying now. پس شما الان در حال اقامت در کجا هستید؟ و نکته مربوط به who. این نکته ممکنه کمی چالشی باشه و در واقع فقط who هست که این نکته شاملش میشه. از بین WH ها what و which هم اینطور هستن، اما خب اونها کمی سخت‌تر و پیشرفته تر حساب میشه و خب دیگه من توی اینجا نیاوردم چون کتاب حرفی ازش نزده. بریم ببینیم که این نکته چی هست. دو تا نکته داره. برای پرسیدن درباره مفعول و درباره فاعل. who درباره شخص استفاده میشه و هم میشه ازش استفاده کرد برای پرسیدن درباره مفعول و هم پرسیدن درباره فاعل. حالا چه فرقی با هم دارن؟ اگر ما who رو استفاده کنیم برای پرسیدن درباره مفعول، مثل این مثال میگه علی is visiting رضا. علی در حال دیدن کردن از رضاست. خب اینجا ما الان عمل دیدن کردن یا بازدید رو داریم. روی چه کسی انجام میشه؟ روی رضا. پس رضا مفعول جمله هست. پس همون مثل WH های قبلی اون قدم ها رو باید رعایت کنیم. پس طبق اینکه رضا شخصه، ما who رو انتخاب میکنیم. فعل و در واقع فعل و فاعلمون هم جابجا میکنیم که میشه علی ایز میشه ایز علی و حالا بقیه جمله. اما اگر در مورد فاعل بود یه کمی با اون فرمول قبلی متفاوته و در واقع جوری میشه گفت راحت تر هم هست. حتی گفته جایگزینی فاعل با who. فقط یه کار انجام بدید، اون فاعلی که مشخص شده یا شما تشخیصش دادید رو با who جایگزین کنید. هیچ کار دیگه نمیخواد انجام بدی. گفته علی is visiting رضا. علی داره از رضا دیدن میکنه. همون جمله حالا این دفعه زیر علی خط کشیده. پس چون فاعل جمله هست بقیه جمله رو ما تغییری نمیدیم. who is visiting رضا. پس فقط علی رو با who جابجا کردیم. هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد. بریم سراغ نکته دوم ببینیم چی هست. گفته صحبت درباره مالکیت انسان با استفاده از اپاستروفی اس یا اس اپاستروفی. بچه‌ها نگید آپوستروف. چیزی به اسم آپوستروف ما نداریم. پس اپاستروفی اس و یا اس اپاستروفی. بریم ببینیم که هر کدوم از اینها کجا و چطور استفاده میشن. خب گفته اپاستروفی اس چطور این استفاده میشه برای مالکیت انسان؟ به این شکل میگه وقتی که خود اسم مورد نظر اس جمع نداشته باشه. پس ما در صورتی میتونیم از اپاستروفی اس استفاده کنیم که خود اون اسم مورد نظری که میخوایم تبدیلش کنیم به مالک در جمله اس جمع نداشته باشه. یعنی چی؟ مثل این مثال This is Ali book. من میخوام بگم که این کتاب علیه، اما در انگلیسی الان هیچ رابطه مالکیتی بین علی و کتاب وجود نداره. خب میخوام نشون بدم که کتاب مال علیه، پس یا علی مالک کتابه. پس اینجا چون خود شخص مالک علی هست اس جمع نداره، پس اپاستروفی اس رو استفاده میکنم. الان شد یک ترکیب درست برای بیان مالکیت. مثال بعدی Where is that student exam paper؟ پس میگه برگه امتحان اون دانش آموز کجاست؟ من الان میخوام نشون بدم که دانش آموز مالک اون برگه امتحان هست. پس چون خود شخص مالک میشه student اس جمع نداره، پس من اپاستروفی اس رو بهش اضافه میکنم و این میشه یک ترکیب درست برای بیان مالکیت. مثال بعدی Do you know Sarah's father؟ پس ما الان میخوایم بگیم که آیا تو پدر سارا رو میشناسی؟ میخوایم نشون بدیم که در واقع پدر سارا و در واقع مالکیت پدر به سارا برمیگرده. پس چون سارا به عنوان شخص مالک اس جمع نداره، پس ما اپاستروفی اس رو کامل بهش اضافه میکنیم. پس این میشه یک ترکیب درست برای بیان مالکیت. تا اینجای ویدیو اگر مفید واقع شد براتون و احساس کردید که تونسته کمکتون کنه، ممنون میشم که لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اون دکمه پایین تصویر سمت راست رو فشار بدید تا عضو کانال بشید و از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. بریم مثال آخر و گفته که Is this a doctor gown؟ آیا این یک روپوش پزشک است؟ گاون در واقع همون گان پزشکی که شاید بعضیاتون شنیده باشید و حالا در دوران کرونا اینا میگفتن که گیر نمیاد گان پزشکی، در واقع تلفظش گاون هست که به معنای روپوشه. من الان میخوام نشون بدم که این روپوش برمیگرده به پزشک و در واقع اون پزشک مالکش هست. پس چون خودش اس نداره،
اپاسترفی اس رو اضافه میکنم و این میشه الان یک ترکیب درست برای بیان مالکیت. بریم سراغ شکل بعدی که در واقع فقط یک اپاسترفی هست. حالا چطور استفاده میشه؟ گفته در صورتی که اسم مورد نظر خودش اس جمع داشته باشد. پس اگر اسمی که میخوای تبدیل کنی به مالک خودش اس جمع داشت، شما فقط یک اپاسترفی میذاری بعد از اون اس جمع. بریم توی مثال ببینیمش. دوتاشو با هم آوردم که بهتر متوجه بشید. توی هر دوتا این مثال ها من اتاق رو میخوام در مثال اول مربوط بدونم، در واقع نشون بدم که مال اون دختر است، و توی مثال دوم نشون بدم که اتاق دخترها. توی مثال اول چون که اس نداره پس من اپاسترفی اس رو استفاده میکنم، اما توی مثال دوم چون اس جمع داره پس فقط اپاسترفی باید اضافه بشه. یه مثال دیگه میخوام بگم که اینها برگه های تسته. توی مثال اول اون دانش آموز من هستن و توی مثال دوم برگه های تست دانش آموزان من هستن. خب حالا توی مثال اول که در واقع استودنت مفرد هست و اس جمع نداره پس من اپاسترفی اس رو کامل میدم، اما توی مثال دوم که خودش اس جمع داره فقط اپاسترفی اضافه میکنم. و مثال آخر Where is your friend teacher؟ میخواد بگه که معلم دوست تو کجاست یا معلم دوستانت کجاست، در واقع معلمی که برای همه اون دوست ها هست. پس توی مثال اول چون friend اس جمع نداره اپاسترفی اس رو کامل اضافه میکنم و توی مثال دوم چون که اس جمع داره پس من فقط اپاسترفی رو اضافه میکنم تا مالکیتش درست در بیاد. بریم نکته بعدی که نکته سوم و نکته آخر هست. در واقع مربوط میشه به صحبت درباره مالکیت غیر انسان، که این مالکیت غیر انسان چطور بیان میشه و چطور اتفاق میفته با استفاده از آو. حواستون باشه اف نوشته میشه اما اف خونده نمیشه، صدای ف نیست، آو. حالا چطور؟ با این فرمول د به علاوه مورد مالکیت به علاوه آو به علاوه د و بعد مالک غیر انسان. بریم ببینیم توی مثال منظور چی هست. من الان میخوام بگم آینه خود رو. خب مورد اول د رو میارم، بعد مورد مالکیت چی هست؟ آینه، پس میرر. پس طبق فرمول الان چی کم دارم؟ آو د. مالک چیه؟ مالک غیر انسانه؟ کار. پس the mirror of the car، آینه ماشین، آینه خود رو. مثال بعدی دکمه پیراهن. د رو اول میارم، خب دکمه مورد مالکیت button. of the مالک چیه؟ شرت. مثال بعدی من میخوام بگم در ماژیک. د رو که باید حتما داشته باشم. این دری که برای ماژیک استفاده میشه چون مثل یک کلاه میشینه روی ماژیک پس کپ. و بعدیش of the، حالا خود ماژیک مالک غیر انسان هست، marker. the cap of the marker. مثال بعدی گوشه عکس. خب الان من بدون هیچ فکری باید د رو بذارم. حالا گوشه میشه چی؟ corner of the picture. اینم از نکته آخر. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و مفید واقع شده باشه و تونسته باشم کمکتون کنم. اگر از ویدیو لذت بردید ممنون میشم که لایک و سابسکرایب فراموش نشه. در شبکه اجتماعی به دوستانتون کانال بنده و این ویدیوها رو معرفی کنید تا بتونن استفاده کنن. و در پایان اگر پیشنهاد و یا انتقادی برای بهتر شدن این ویدیوها به هر شکل که دارید ممنون میشم برای بنده کامنت بذارید. همگی خسته نباشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.